څومره ستړی ستړی لارې والله ستړی یم جانانه څومره ستړی لارې والله ستړی یم جانانه نه د ژوند په معنا پوه شم او نه مړی یم جانانه چې ما غزل ځواني څپو ته نظرانه کړه چې ما غزل ځواني څپو ته نظرانه کړه اوس د رود هماغو مستو اوبو وړی یم جانانه او دې غرمه حالاتو مې د زړه زور رانه واخیست دې غرمه حالاتو مې د زړه زور رانه واخیست اند په نه څه رمبه کېږم وچ سرګړی یم جانانه د پروګرام په دې برخه کې د محترم کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني صاحب څخه غوښتنه کوم چې زموږ د غونډې دا برخه په خپله وینا پرانیزي محترم سیستاني صاحب هموطنان گرامی معماران عزیز سلام بر شما قبل از اینکه من به خواندن نوشته خود آغاز کنم از آقای دکتر معنوی مهمان بزرگوار ایرانی ما که یک کلمه پشتو نمیدانه و صبورانه شیشته و کف میزنه برای نوشته ها و مقالات ما شما ولی موسیقی زیبای زبان پشتو من لذت میبرم لطفی داری شما اجازه بدین که من به عنوان کسی که فکر میکنم از لحاظ سن بیشتر از همگی کسانی هستم که در این شیشتن یعنی از آفتاب با بالاتر هستم چند نکته را برای هموطنان خود میخوام گوزنت کنم و در این محفل مخصوصا سویدی هایی که چند دقیقه پیشتر شیشته بودن و رفتن حتما پیش از اینا سوال پیدا شده که اینا همگی خانواده دارن با خود چطور است که مردم آمدن ولی خانم ها از اینا نیست نشود که خدا ناخواسته برای ما این تومت زده شود که افغانایی که اینجا آمدن و مدت 20 سال را گذشتاندن نسبت به زنها تبعیض دارن یعنی تبعیض جنسیتی تبعیضی را که یک طالب اصلا زن نه با خود برابر میدانه نور انسان درجه اول میدانه طالب آخوند مجاهد البته مجاهدان کم سواد ما زن به نام عاجزه و بز و عیال و دیگه عنوانهای بسیار نامناسب میدن اما در جامعه که ما شما زندگی میکنیم و از نعمت دموکراسی اینها به طور فوق‌العاده برخوردار هستند زن و مرد اینجا حقوق مساوی دارند و به خاطر داشتن امی حقوق مساوی است که مساویانه کار میکنند و کشور خود را به بهشت روی زمین مبدل کردند آیا نمیشد که در طول 2 ساله که یا 2 سال یا 3 سال بعد یک محفل با صدها زحمت و مشکل تدویر میشه اینجا طوری برنامه ریزی میشد که افغانهای ما با خانمهای خود همه می آمدن و می شیشتن در این محفل اول این محفل رونق پیدا میکرد دوم او زن خانواده فکر میگه که شوهرم به من حرمت گذاشته و از او گذشته اگر ما این حق بر خانم ها بتیم که با اونا حرمت بگذاریم
حتی یک خانم بیسواد هم که باشه از این محافل چند کلمه یاد میگیره. از او گذشته معلوم میشه که به جوانان خود هم ما او احترام لازمه که او باید وجود داشته باشه. ببخشید من آب بخورم. جوانا که امروز این محفل بر از اونا گرفته شده فرزندای ماست. اگر ما به اونا احترام قائل شویم، به اونا حرمت بگذاریم، ممکن است یک تعداد محدود بگه که ما امروز کار داریم و کار رسمی داریم، اما قبل از اینکه به اونا این حرمت گذاشته شود که این محفل بالاخره به احترام شما گرفته میشه و تدبیر شده این محفل، این روز باید رخصت بگیری و همین روز جای دیگه نرو، بیا که اونجا بریم بشنویم که دیگه افغان‌ها و بزرگان در مورد شما چی سخنان میگن، چی اندیشه های را ابراز میکنن، شما چی فکر میکنید در مورد این حرف ها، آیا ارزش این حرف ها را داره یا بیشتر از این ارزش داره که شما در مورد شما گفته شود. ما هم دیگه میفهمیم که جوانان نقش بسیار عمده در شکل دادن یک جامعه و در زندگی آینده خود داره و همین پدرها هم دید زمانی که ما شما زحمت های را بسیار را قبول کردیم که بیایم به کشورهای اروپایی، هدف ما بیشتر نجات دادن همین فرزندان ما بوده که اینا را از جنگ، از تباهی، از بیسوادی، از بدبختی نجات بده و اینا اینجا تعلیم و تربیت ببینن و برای آینده کشور خود یک چیز ساخته شود. اگر ما به اینا این احترام نگذاریم و در این محافل اینا را حاضر نکنیم، اینا متاسفانه طوری که ما انتظار داریم پدر و مادرها برای آینده کشور باز تربیه نمیشه، چیزی نمی آموزد. به خصوص ممکن است تعداد از جوانهای آمده باشه که بچه هاست اما دخترهای ما نیست، در حالی که این دخترها از این پدرها بیشتر میفهمند، در مکتب میفهمند آموختن اینا که حقوق مساوی مثل فرزند مرد خانواده خود داره. از این لحاظ اگر ما 50 سال دیگه میشه زندگی کنیم و شکل گرد همایی ما به این شکل باشه، این به این معنی است که ما تا بلوغ در ارانه عقل مانده کشور خود غرق هستیم و اروپایی نشدیم خلاصه. یعنی جسم ماده‌ای است و روح و اندیشه ما از او ساختار و عرف و عنعنات آب میگیره که متاسفانه برای جوانی که در اروپا زندگی میکنن قدر بخور نیست. به هر حال توصیه من به عنوان یک هموطن مثل شما ایست که به بچه های خود و به جوانان خود حرمت بگذارن بیش از آنچه که تا امروز میگذاشتن. من نمیگم که از محبت و حرمت خانواده محروم هستن، اما حاضر نشدن به اینجا این نشانگر سند زیسته که شما بچه های خود خوب دوست ندارید.